یه گربه قشنگ رو میبینید که نشسته. البته اینجا کلا محل قراره ولی خب الان خلوته چون فصل مدرسه هاست. گربه هم در رفت. بله پیشو در رفت. پیشیک میبینید که چجوریه اینجا. چشاقای خیلی مشکل داره. درختان سر به فلک کشیده پارک چمران که انقدر به فلک نکشیدن ولی خب بلندن نسبتا. البته چنارهای بلند و قطور رو اکثرا بریدن تو همه جای دنیا، فقط توی ایران بعضیاش مونده. بله نمیدونم یه درختی که نمیدونم چه درختیه، اکثرا کاجن، گل توریه که همونطور که میبینید بلند شدن ماشاءالله. قبلا بوته بودن اینا، ما میدیدیم بچگیامون. بله